بین بعضی از حیوانات گربه‌ها و سگ‌ها جایگاه خاصی بین آدم‌ها دارن. ولی هممون میدونیم که از قدیم گفتن گربه‌ها 9 تا جون دارن و همیشه وقتی از بلندی میپرن روی پاهاشون فرود میان و اینکه هیچ وقت به اونها آب نپاشید، چون که از آب بدشون میاد. ولی چرا گربه‌ها اینقدر از آب فرارین؟ موهای گربه خیلی نرم و لطیفه و وقتی خیس بشه سریع آب رو به خودش جذب میکنه و سنگین میشه. سیبیلای اونا مثل یه رادار عمل میکنه و اگه خیس بشه دیگه درست کار نمیکنه. جالب اینه که جدشون یه گربه وحشی آفریقایی بوده که تو مناطق خشک زندگی میکرده. اونجا خبری از بارون نبود و همینطور رودخونه‌ای هم وجود نداشت. برای همین گربه‌ها از قدیم با آب قهر بودن. البته در بین گربه‌ها یه گربه‌ای وجود داره که استثناً از آب خیلی خوشش میاد و عاشق آب و زیر آب شکار میکنه. اون گربه ماهیگیره. اون برای زندگی کنار آب بدنش تکامل پیدا کرده و میتونه زیر آب شکار کنه. اینجا جنگل‌های هرا در سریلانکاست. این جنگل‌های غرق در آب در جنوب آسیا همیشه در حال تغییرن. اونا مثل یه سد طبیعی از خط ساحلی محافظت میکنن. ولی زندگی تو اینجا واقعاً سخته. با دخالت انسان، آلودگی‌ها و تغییرات اقلیمی این جنگل‌ها دارن از بین میرن و با هر روزی که میگذره ادامه زندگی برای حیوانات این منطقه سخت‌تر میشه. با این حال یه موجودی توی این باتلاق هست که برخلاف همه پیش‌بینی‌ها تونسته زنده بمونه و همه رو شگفت زده کنه. اونم گربه ماهیگیره. آب آخرین جایی که انتظار داری یه گربه رو ببینی، نه؟ حالا که تا اینجای ویدیو رو اومدید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید تا الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده. ممنونم از همراهیتون. ولی درست همونجا این گربه کوچولو داره پادشاهی میکنه. چون روی خشکی رقابت زیادی با شکارچی‌های دیگه داره. اون مجبور شده برای زنده موندن یه روش تازه برای شکار پیدا کنه و اینطوری شده که راهی باتلاق شده. اون برای اینکه توی محیط جدید دووم بیاره باید کلی تغییر میکرد. گربه ماهیگیر جزو گربه‌های نسبتاً بزرگه. بدن قویش بهش اجازه میده ماهی‌های درشت رو از آب بیرون بکشه. این گربه‌های توپلی پاهای کوتاه، سینه‌های پهن و برخلاف بیشتر گربه‌ها دم‌های کوتاه و توپلی دارن. بیشتر عمرشون رو توی آب میگذرونن. برای همین دیگه نیازی به دم بلند برای حفظ تعادل ندارن. این گربه‌ها تنها گربه‌های دنیا هستن که تخصصشون شکار ماهیه. بقیه گربه‌ها شاید یه ماهی بخورن ولی گربه‌های ماهیگیر اسمش بی‌دلیل روشون نیست. برخلاف گربه‌های معمولی اینا مستقیم میپرن تو آب تا شکارشون رو غافلگیر کنن. معمولاً کنار آب بی حرکت میشینن تا یه ماهی رو ببینن. این یکی یه ماهی رو دیده که توی آب کم عمق گیر افتاده. آروم و بی صدا جلو میره. ماهی دست و پا میزنه ولی نمیتونه فرار کنه. گربه میپره ولی معمولاً غذا اینقدر راحت به دست نمیاد. این بال باید کمی عمیق‌تر بپره. اون منتظر شکار دیگه میمونه. یه ماهی رو میبینه که ته آب حرکت میکنه، شیرجه میزنه و با نرمی از بین آب رد میشه. سرش کشیده و باریکه و کاملا مناسب شکار کردن و مخصوص شیرجه ساخته شده. ماهی رو غافلگیر میکنه و از آب بیرون میاد. زیر آب دیگه صدای کسی رو نمیشنوه. این گربه‌ها اونقدر دقت میکنن توی آب که شناگرای خیلی قوی شدن. اونا انگشتای جلوی پاهاشون یه قشای نازک داره که کمکشون میکنه تو آب جلو برن. گرچه بیشتر وقتشون رو صرف ماهی میکنن ولی هرچی نزدیک آب باشه رو شکار میکنن. حتی اردک. این گربه‌ها تو مناطق پراکنده از جنوب و جنوب شرق آسیا زندگی میکنن و گاهی قلمروشون با هم تداخل داره. معمولاً این گربه‌ها تنها زندگی میکنن و فقط برای جفتگیری همدیگر رو میبینن. ماده‌ها معمولاً 2 یا 3 توله به دنیا میارن که کلاً به مادرشون وابستن. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. اونا خیلی زود رشد میکنن و فقط توی ماهگی اول شیرجه‌شون رو توی آب میزنن ولی متاسفانه گربه ماهیگیر در خطر انقراضه. باتلاق‌ها دارن از بین میرن. تا حالا 35% از جنگل‌های هرای زمین خشک شدن. زیستگاه اونا داره برای کشاورزی و ساخت و ساز از بین میره. ساخت سدها هم باعث شده آب شیرین کمتری به اون مناطق برسه و در نتیجه خاک شور میشه و گیاهان از بین میرن. تغییرات اقلیمی هم باعث بالا اومدن سطح دریا شده و این جنگل‌های ساحلی رو نابود میکنه. شکارچی‌ها هم گاهی این گربه‌ها رو برای پوستشون یا برای تجارت حیوانات خاص میگیرن یا از سر عصبانیت چون از تورهاشون ماهی میدزدن. با این حال بعضی‌هاشون خوششانسن که زنده میمونن.
هرچند معمولاً زخمی‌اند. تلاش برای حفاظت از گربه ماهیگیر خیلی سخته. این گربه‌های مرموز خیلی خجالتی و پنهانکارن و پیدا کردنشون تو طبیعت تقریباً غیر ممکنه. برای همین خیلی‌ها حتی نمی‌دونن چنین گربه‌ای وجود داره. ولی بعضی‌ها واقعاً دارن فرق ایجاد می‌کنن. یه گروه تو هند و سریلانکا دارن بچه‌ها رو با این گربه‌ها آشنا می‌کنن تا یاد بگیرن دوستشون داشته باشن و ازش محافظت کنن. اونها به ماهیگیرهای محلی هم ابزارهایی مثل جعبه خرچنگ میدن تا بتونن بدون آسیب زدن به جنگل‌ها از همون محیط امرار معاش کنن. گربه ماهیگیر فقط یکی از ساکنین این زیستگاهه که داره از بین میره و بدون کمک ما شاید روزهای باقی مونده این گربه مرموز خیلی کم باشه. اگه از دیدن این ویدیو لذت بردید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. از اینکه وقت با ارزشتون رو در اختیار ما گذاشتید تشکر میکنم.